آنانی که بخل می‌ورزند و مردم را به بخل دستور می‌دهند و هر کی از راه خدا رو بگرداند پس بیگمان خداوند هم اوست بی نیاز و ستوده. واقعا پیامبران خود را با نشانه‌های واضح فرستادیم و با ایشان کتاب و میزان را نازل کردیم تا مردم به تأمین عدالت بپردازند و آهن را نازل کردیم که در آن قوت شدید است و منافع برای مردم تا خداوند معلوم کند که چی کسی او و پیامبران او را در غیب یاری می کند. حقا که خداوند توانا و صاحب قدرت منیست. بیگمان نوح و ابراهیم را فرستادیم و در دودمان ایشان نبوت و وحی را قرار دادیم. پس بعضی از ایشان رهیاب شده اند و بسیاری از ایشان بدکاره اند. سپس به تعقیب ایشان پیامبران خود را فرستادیم و بعدا عیسی پسر مریم را فرستادیم و به او انجیل را دادیم و در قلب پیروان او شفقت و رحمت نهادیم و رهبانیتی که خود آن را اختراع کرده بودند ما آن را بر ایشان فرض نگردانیده بودیم مگر طلب خوشنودی خدا را، ولی ایشان آنطوری که رعایت آن ایجاب می کرد آن را رعایت نکردند. با این هم ما به کسانی از ایشان که ایمان آوردند پاداششان را دادیم و بسیاری از ایشان بدکاره اند.